مادران و بانوان ارجمند و خواهران عزیز، به افتخار روز مادر که در آغاز فصل زیبای بهار فرا می رسد، تمام مادران و بانوان محترم و خواهران و دختران عزیز را صمیمانه تبریک می گویم و به هر یک آنها پیش از همه سلامتی، خوشبختی و روزگار آسوده آرزو می نمایم. مادر یگانه موجود مشفق و غمخوار و مونس و مهربان است که به فرزند حیات می بخشد، با او سخن گفتن و راه رفتن را یاد می دهد، او را تربیت می کند و در روند تربیت در قلب فرزند خود احساس محبت و صمیمیت، نیکی و نکوکاری و انسان دوستی را به وجود می آورد. برای باسواد و صاحب معرفت و صاحب کسب و هنر شدن نور چشمانش سعی و تلاش می نماید. یعنی مادر برای تشکل معنوی فرزند شبانه روز زحمت می کشد. تمام عمر خود را با غم و شادی او سپری می نماید و همیشه در آرزوی خوشبختی فرزندش است. مادر تا وقتی که در قید حیات است، فرزند برایش مثل همان طفلک عزیز و شیرین دیروزه می باشد. او را نوازش و احتیاط می کند و هرگز نمی خواهد که داغ فرزندش را بیند. به عباره دیگر، مادر فرزند خود را با تمام وجودش دوست می دارد، زیرا فرزند معنای هستی او می باشد. از این رو مادر برای هر یک شخص نهایت عزیز و گرامی و مقدسترین انسان می باشد. محض به خاطر همین فضیلت و زحمت‌های مادر، بزرگان ادب و فرهنگ از زمانهای قدیم تا امروز در آثارش مهر و محبت و متانت و صداقت او را ستایش می کنند. واقعاً تمام بزرگان و فرزانه های عالم را مادر به دنیا آورده، به مرتبه های عالم شمول رسانیده است. ولی می خواهم یک نکته مهم را ابراز نمایم. هر قدری که بزرگان مادر را ستایش نکنند و به هر اندازه‌ای که ما خدمت مادر را به جا نآوریم، رنج بیدارخوابی و زحمتی حتی برای یک فرزند کشیده او را جبران کرده نمی توانیم. ما همیشه افتخار میکنیم که مادران و بانوان کشور ما با مهربانی و صمیمیت و هنرمندی و معرفت بلند خود محبوب دلها می باشند. مادر تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خلقمان صدها و هزاران فرزندان فرزانه و دانشمند، جانیسار و قهرمان، دلیر و جسور، جوانمرد و دلاور و وطن دوست و وطن پرور را به دنیا آورده است. آنها را تربیت کرده، به کمال رسانیده، برای خدمت به مردم و جامعه بشری دعای نیک داده است. سهم مادران تاجیک امروز نیز در تربیت فرزندان باننگ ناموس و وطن دوست و وطن پرست بزرگ می باشد.
فرزندان تربیه کرده مادران تاجیک حالا با زحمت بنیادکارانه و تشبس‌های سازنده‌شان دولتی صاحب استقلال و وطن اجدادیمان را آباد کرده مقام و منزلت تاجیکستان صاحب اختیار را تا رفت بلند برداشته ایستادند. ما همیشه به نیروی سازنده زنان و بانوان وطن دوست و آبادگری کشور تکیه میکنیم و نقش آنها را در استوارگردانیدن عائله، تربیه شایسته فرزندان با آداب و صاحب معرفت، اینچنین زحمت و تلاش‌های پیگیرانه آنها را در رشد مملکت بسا ارزشمند بشماریم. من در پیام نوبتی خود با فعالیت زنان و بانوان در تمام ساحه‌های حیات جامعه کشور بهای بلند داده سهمی ارزنده‌شان را در تأمین پیشرفت دولت، آبادی وطن و صلح و ثبات مخصوص تأکید نمودم. امروز ما با قناعتمندی می توانیم گوییم که طی 30 سال استقلال دولتی زنان و بانوان ما در همه ساحه‌ها برابر مردان خدمت کرده ایستادند. همچنین باید گفت که سهم بانوان و زنان در تربیت نسل سالم، تنظیم رسم و آیین‌ها و مقاومت با افراطگرایی و خرافات پرستی بسا ارزشمند می باشد. در پیام این ساله رهبر دولت با مقامات مربوطه سپارش داده شد که با مقصد دستگیری منبعد زنان و بانوان استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021 2025 تهیه و عملی نمایند. باور دارم که با قبول و اجرای سندهای مذکور مقام زنان و بانوان در جامعه ما باز هم تحکیم می‌یابد. توسعه بخشیدن بر روند اشتراک زنان و بانوان در رشد اقتصادی کشور، زیاد کردن حجم گرانت‌های پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و جدا نمودن قرض‌های امتیازناک برای زنان و بانوان صاحبکار از جمله چاره‌بینی‌های میباشند که امروز از جانب حکومت مملکت عملی شده ایستادند. اینچنین با مقصد تامین نمودن رشد منبعد هنرهای مردمی و کارهای خانگی در سمت تشکیل کردن کارخانه‌های خرد و میانه و با این واسطه بلند برداشتن سطح زندگی زنان و بانوان و عائله‌های کم بضاعت اندیشیدن چاره‌های مشخص به نقشه گرفته شدند. در تعلیم و تربیت نورسان و جوانان از جمله جوان دختران ما امروز در برابر صاحب کسب و هنر نمودن آنها به حیات مستقلانه آماده کردن، آموزانیدن اخلاق حمیده، معرفت عائله‌داری و هنر کدبانوگی مسائل مهمترین به شمار می روند. با اعتماد کامل اصرار می دارم که مادران و بانوان عزیز ما رسالت خود را در این سمت نیز با کمال مسئولیت اجرا می کنند. ما روز مادر را همه ساله در روزهای نخستین فرارسی فصل بهار و عرفه بزرگترین و قدیمترین
جشن ملی همان نوروز که حالا مقام بین المللی گرفته است جشن میگیریم. در آستانه این جشن بار دیگر تأکید می نمایم که تاجیکستان نه تنها وطن نوروز بلکه سده، تیرگان، مهرگان و دیگر جشن و آیین‌های می باشد که در تشکل، حفظ و به نسل‌های میانبرده به میراث گذاشتن آنها زنان و مادران ما سهمی ارزشمند دارند. و باعث افتخار است که اکثر زنان و مادران و دختران و خواهران ما امروز به نوروز آیین و عنعنه‌ها و ارزش‌های نیک ملی ارج می‌گذارند. وابسته به این به هر فردی با ننگ و ناموس، مخصوصاً به نورسان و جوانان خاطر رسان می سازم که پدر و مادران و بانوان و خواهران را در همه حالت احترام نمایند. نسبت به آنها همیشه مهربان و دلسوز باشند. عزت و حرمت کلانسالان را به جای آورند و دعای نیک آنها را گیرند. خاطر نشان می سازم که این معیار یعنی مسئولیت فرزندان برای نگاهبین و تأمینات اجتماعی پدر و مادر در کنستیتوسیون این مملکت درج گردیده است. ما باید اهل جامعه و فرزندان خود را همیشه برای راست و برای حفظ استقلال و آزادی، امنیت دولت و جامعه، حمایه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی امان هدایت نماییم. باور دارم که مادران و زنان محترم و بانوان و خواهران عزیز ما منبعد نیز برای تربیت نسل‌های آینده ساز و آبادگری خلقمان، تحکیم عائله، به خاطر رشد دولت و آبادی وطن زحمت میکشند و جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای سزاوار استقبال میگیرند. بار دیگر تمام مادران و بانوان عزیز و خواهران و دختران گرامی را به افتخار روز مادر تبریک گفته به هر یک آنها خانه آباد، بخت و اقبال نیک، فیض و برکت و در حیات عائلوی مهر و محبت صمیمی آرزو می نمایم. جشن مبارک باشد مادران و بانوان عزیز. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.